عروسی دوم عجیب و غیر قابل باور شرافت پروانی در کشور امریکا. افشای حقایق و رازهای پشت پرده عروسی دوم شرافت پروانی کاملا به دور از تصور. همسر دوم شرافت پروانی کیست؟ همسر اول شرافت پروانی در کجاست؟ پای چرا بار دیگر خواست عروسی کند؟ اشتراک آریان و سعید در عروسی شرافت پروانی. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستان ترجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت هرچه بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. شرافت پروانی هنرمند مشهور افغانی، یکی از صداهای ماندگار در هنر موسیقی محلی افغانستان، علاقه‌مندان و دوستداران خاص خودش را دارد. شرافت پروانی عاشقانه هنر موسیقیش را در میان مردم افغانستان و در دلهای مردم افغانستان گسترش داد. این هنرمند محلی در محفل‌های عروسی در افغانستان اشتراک می‌کرد و کنسرت‌های هم برگزار می‌کرد. آهنگ‌های شرافت پروانی تاکنون ماندگار است. بعد از تحولات سیاسی حاکم در افغانستان، شرافت پروانی رخت مهاجرت به کشور امریکا باز. در کشور امریکا هم زندگی خوش و آرامی داشت. تصاویر شرافت پروانی در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی برای بار دوم در کشور جرمنی ازدواج کرده است و همسر شرافت پروانی در کشور آلمان زندگی دارد. دلیل این که شرافت پروانی برای بار دوم ازدواج کرد برای تمامی دوستداران و علاقه‌مندانش بیان کرد، اما همسر اول شرافت پروانی با تمام فرزندانش در افغانستان است. شرافت پروانی در کنسرت‌های در سرتاسر اروپا اشتراک می‌کند و درآمد خوبی هم دارد. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این هنرمند با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. پیوند ازدواجش را صمیم قلب تبریک گفته. دوستداران و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستداران شرافت پروانی به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچه بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر شما نازنینان را به لای منان امانت گذاشته موفق کامیاب باشید.